بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من خاتم به النبي وعلى آله وأصحابه الذين هم قرات العيون. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما برادرای عزیز، پدرهای مهربان را به این روز جمعه که سردار روزهای هفته هست، روز عیدی جمیع مسلمان های روی دنیاست، تبریک و تهنیت میگویم و یک جایه پیش از آغاز صحبت با شما دعا میکنیم: اللهم طهر قلوبنا واستر عیوبنا واشف مرضانا واقض دیوننا وبیض وجوهنا وارحم آباءنا و اجدادنا واغفر امهاتنا و اصلح دیننا و دنیانا واحفظ اهلنا و اموالنا من جمیع الآفات والامراض والبلایا. خدای مهربان، دلهای ما مسلمان ها را از جمیع کینه و حسد خالی بگردان و در دل ما در عوض کینه و حسد محبت خودت را، محبت پیغمبرت را جایگیر بگردان. و خدایا، یک هفته ای که از ما سپری شد، جمیع آن سهو و خطاهایی که از ما دیده و نادیده سر زد، خدایا با فضل خودت مغفرتشان بگردان. و خدایا در دل همه ما بندگانت محبت خودت را، قرآنت را، اسلامت را باز هم زیادتر جایگیر بگردان. ما را و فرزندهای ما را به راه راست، برای اهدنا الصراط المستقیم خدایا هدایت بفرما. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد چراغی دل اولیاست، امام رسول و خاتم انبیاست. منور کند دین اسلام را، مسخر کند 7 اقلیم را. امور شریعت منور کند، بنای ضلالت محقر کند. ز مشرق به مغرب رسد آگهی، که آمد محمد به شاهنشهی. هزاران درود، هزاران سلام، ز ما بر محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. هزارها شکر به سوی درگاه پروردگار که ما و شما را امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گردانید. شاعر میگوید: انبیا در کنه او حیران شدند. این 124,000 پیغمبری که با بعض عقاید از نزد خداوند به پیغمبری مبعوث شدند، وقتی که محمد پیغمبر شد، انبیا در کنه او حیران شدند. همه حیرت ده افتاد: این چگونه شخصیت است؟ این چگونه بنده است؟ این چگونه پیغمبر است که ای را خدای مهربان حبیب خود خواند؟ انبیا در کنه او حیران شدند. سرشناسان نیز سرگردان شدند. همه سرگردان شد. این چی سیر بود که خدای مهربان 1400 سال پیش
در روی عالم فاشش گردانید. پیغمبر ما و شما میگوید مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل، مثالی من گفته است پیغمبر و مثال تمام پیغمبرهایی که پیش از من آمدن از حضرت آدم سر کرده به منزله یک مرد هست، بندارن فاتمها و اکملها الا موضع لبینة. پیغمبر گفته است مثال من و مثال تمام پیغمبرها به منزله یک مرد هست که یک خانه را بنا میکند، فاتمها و اکملها، تمام میکند خانه را، بیناش انجام مییابد، همه زیب و صورت و نقشه خانه پیدا میشود، الا موضع لبینة، مگر در همین قصر بنیاد کرده این مرد یک جای خالگی غیشت باقی هست. فجعل الناس يدخلونها و یتعجبون منها. پیغمبر گفت وقتی این خانه را این مرد بنیاد کرد، دیگر مردها برای تماشای خانه این مرد رفتند، داخل او را تماشا کردند، ظاهر او را تماشا کردند، در تعجب افتادند. فیقولون لولا موضع لبینه، و همه گفتند چه خانه زیبایی هست، مگر همین یک جای خالگی غیشت، اگر غیشت گذاشته شود در این خانه دیگر هیچ گپی نیست، بهترین خانه هست. پیغمبر گفتند انا موضع لبینة جئت فختمت الانبیاء، انا همون جای خالگی غیشت گفت من هستم، آمدم تا که تمام پیغمبرها را مکمل بسازم. مکمل ساختن همه پیغمبرها گفت پیغمبر ما و شما گفت این آمدن من شد. خوش به حال همه ما و شما، خوش به حال تمام پیروان محمد که در روی دنیا زندگی میکنند، خوش به حالشان. چنان پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چنان پیغمبری که دیلمی از ابن عباس روایت میکند که این حدیث در موضوعات علی قاری هست، اگرچه موضوعات علی قاری است لیکن حدیث موضوع نیست. دیلمی میگوید ابن عباس بر من خبر داد، یعنی روایت از ابن عباس است که پیغمبر خدا گفت اتانی جبرائیل فقال یا محمد لولاک ما خلقت الجنه لولاک ما خلقت النار. ابن عساکر باشد باز زیاد میکند لولاک ما خلقت الدنیا. ای محمد گفته است جبرائیل خدا پیغام داد که اگر تو در اراده من آفرینیش تو نمیشد، اگر در نقشه من پیدا کردن تو نمیشد، ای محمد ما جنت نمی آفریدیم. ای محمد اگر تو در اراده ما نمیشدی ما دوزخ هم نمی آفریدیم، حتی دنیا را هم برپا نمی کردیم. همه اینها در طفیل نور تو به دنیا آمدن. الحمدلله که ما و شما روز یکشنبه جشن این پیغمبر خدا را در این مسجد جشن گرفتیم و انشاءالله چه ثوابهای زیاد را ما و شما نائل شدیم و روح پیغمبر خدا را از خودمان راضی گردانیدیم. و مقصد ما در باب حق زنها بالای شوهرها بود که زن در اسلام چه حق دارد. تا وقتی که پیغمبر خدا آمد حقهای زنها چگونه بود، یعنی دوره جاهلیت زنها چه قدر داشتند، چه قیمت داشتند. خواستم در این موضوع با شما صحبت انجام دهم، زیرا که بی نهایت سوالهای زیاد شکایت از زنها هست و از من طلب کردند که در این بابی حقهای زنها بالای شوهرها و حقهای شوهرها بالای زنها با ما صحبت کن. لیکن از بس که یک چند برادر ما
از ما طلب کردند که در باب فضیلت امر معروف و نهی از منکر چی ثواب دارد و بسیار هم ضرور برای آنها بردن این کسیت بوده است. من خواستم که این صحبت امروزه را در این باب امر معروف و نهی از منکر آغاز کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. صدق الله العظیم. این آیت های مبارکه که خواندم از سوره مبارکه آل عمران است، آیت 104. این خداوند می‌فرماید ای بندگانی که من شما را خلق کردم، ای بندگانی که در روی دنیا زندگی دارید. خدا میگوید باید که در بین شما یک گروه شخصان باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. در روی دنیا برادرای عزیز هم کار خیر است هم کار بد است. با کار خیرش شما بی نهایت مکافات عالی از نزد خدا میگیرید، لکن به سبب کردن کار بد شما در عذاب خدا گرفتار میشوید. خدا میگوید مردم را باید شخصان در بین شما وجود داشته باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در بین شما مردمان باشند که دیگر مردم را امر معروف و نهی از منکر کنند. پیش از آنی که من دوام آیت به شما تحلیل کنم، ناگفته نماند که امر معروف و نهی از منکر چی معنا دارد. زیرا که برای بعض اشخاص مردم وقتی میشنوند که در فلان معرکه امر معروف شده است، برای آنها چی گران است، چی یک واهمه هست، چی یک حادثه ناخوشی هست که فلان معرکه با امر معروف انجام یافت. حالان که امر معروف در خاندان تمام مسلمان از زبان تمام مسلمان صادر شده ایستاده است. امر معروف، امر با خیر، دعوتی به خیر، این امر معروف میگویند. برادر نماز بخوان، امر معروف. برادر به آزار مردم کوشش نکن، امر معروف. برادر عزیز پدر و مادرت احترام کن، امر معروف. برادر عزیز زبانت از غیبت نگه بدار، امر معروف. از قد راه یک سنگ را بیرا کن، امر معروف. این است امر معروف. نهی منکر از آن چیزی که خدای تو برای تو حرام گردانیده است، برادر عزیز باز ایست. این نهی منکر هیچی وایمه ندارد، یگان دهشت نیست. برای جامعه آباد شدن امر معروف و نهی از منکر حتمی و ضروری است. این مردمی که امروز چقدر ملایم هستند، چقدر حلیم هستند، چقدر احترام یکدیگر میکنند، همه این با شرافت امر معروف و نهی منکر است. و الا اگر امر معروف و نهی از منکر در بین ما و شما نباشد، خدا داناست، باور کنین سیرت ما و سیرت حیوان برابر است. خدا در دوام آیت چی میگه؟
اولئک هم المفلحون. آن کسانی که دست با امر معروف میزنند، دست با نهی منکر میزنند، آگاه باشین ای مردم که اینها در نزد من نجات یافتگی هستند، اینها نجات یافته هستند، با اینها عذاب دوزخ حرام گردانیده شده است. آن کسانی که زبان امر معروف دارند و نهی از منکر دارند. پیغمبر خدا که راوی این حدیث حضرت حذیفه است میگوید والذی نفس محمد بیدی، قسم به خدا میگوید پیغمبر، لتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند، قسم به خدا گفتند ای امت مسلمان، شما امر معروف و نهی از منکر را در بینتان زنده نگه بدارید. اگر در بین شما امر معروف و نهی از منکر نباشد، قسم به عظمتی خدا که گفت بالای شما عذاب خدا میریزد. بعد از آن شما دست میبردارین خدایا این عذاب از این دیار ما، از کوچه ما، از خانه ما بردار، فلا یستجاب لکم. پیغمبر گفت دیگر خدا دعای شما را قبول نمیکنه. از این خاطر گفتم پیغمبر دائم پیوسته با امر معروف و نهی از منکر باشه. حدیث ابو هریره هست، میگوید پیغمبر خدا گفتند اذا عظمت امتی دنیا نزعت منها حیبت الاسلام. اگر امت من، ما و شما را در نظر دارد پیغمبر، اگر امت من دوست دارنده دنیا شوند، اگر امت من در محبت دنیا غرق شوند، اگر امت من همین دنیایی که همگی برای اینها 50 سال یا 60 سال مهلت دادگی است، در همین دنیا اگر عاشق شوند، نزعت منها حیبت الاسلام، از دل این امت حیبت اسلام دور می شود. در دوام چی گفتم پیغمبر؟ و اذا تصابت امتی سقطت من عین الله. اگر امت من زبانش آلوده دشنام شود، وای به حال دشنام کننده، تو بدبخت هستی ای کسی که زبان تو به دشنام آموخته است، آشنا هست. پیغمبر گفتند کسی اگر از امت من زبانش دشنام دارد، سقطت من عین الله، وای از رحمت خدا افتیدگی است، وای از رحمت خدا ناامید باشد. در آخر گفتند و اذا ترکت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر حرمت برکت الوحی. اگر در جامعه کی، در شهری کی، در جمهوری کی امر معروف نباشد، پیغمبر گفتند شما دیگر فهم قرآن ده نمی روید، شما فهم حدیث ندارین، از سرزمین شما برکت قرآن خدا می بردارد. اگر در جامعه که امر معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد، همه این برکات، همه این پیشرفت جمهوری ما و شما، همه این کامیابی هایی که در جمهوری ما و شما می شود، همه این خاطر امر معروف و نهی از منکر است. این صدای علماست که مردم را با امر خیر دعوت میکنند. این برکات او هست. برای امر معروف و نهی از منکر کردن، پیش از آنی که باز دیگر فضیلت‌های این امر معروف را برای شما آگاه کنم، میخواهم سخنهای ابولیث را برای شما تحلیل کنم. حضرت ابولیث سمرقندی که حضرت هم مفسرند هم محدثند، میگوید کیها می توانند که امر معروف کنند؟ کیها ارزنده قپیدن این میکروفون دارند؟ کیها؟ حضرت گفتند برای امر معروف و نهی از منکر انجام دادن 5 وظیفه مهم است و ضرور است. اول،
علم. لأن الجاهل لا يحسن الامر بالمعروف. حضرت گفتن یکم عالم باشد، علم داشته باشد. زیرا این که آدمی جاهل، آدمی بی علم، آدمی نادان امر معروفش نیک نمی شود. برای مردم در اطراف خود جمع کردن، برای یک برادر هدایت در راه راست کردن، علم در کار، علم باشد. بی علم وقتی امر معروف میکند نهی از منکر میکند، وی برادرهای در اطرافش جمع شده را قانع کردن نمیتواند و صحبت او شیرین هم نمیبراید، برای وی علم ندارد. پیغمبر ما و شما میگوید فوالله، قسم خوردن باز. پیغمبر چقدر مجبور میشدند، قسم به خدا میخوردند، حالان که پیغمبر سخن عادی گوید قسم به خدا ما قبول داریم، لیکن فوالله میگوید قسم به خدا. علی که بسیار عالم بودند، لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. علی گفتند، قسم به خدا گفتند، اگر از دست تو، از علم تو یک آدم اگر رهنما شود، رهنمایی بیابد، هدایت بیابد، اگر از دست تو یک آدم نمازخوان شود، اگر از دست تو یک زن با ستر شود، اگر از دست تو یک آدم روزدار شود، اگر از علم تو یک آدم مسجد آمدن پیشه خود کند، قسم به خدا گفتن از یک اشتر سرخی که تو در راه خدا قربانی میکنی، این برای تو بهتر است. اشتر سرخ گفتن پیغمبر، اون زمان از اشتر سرخ دیگر حیوان و اشیاء قیمت نبود. از این دیده گفت برای تو یک آدم هدایت کن، گفت با علم داشتگی خود، این برای تو بهتر است. رسول اکرم در دیگر حدیث ها میگوید اذا مات ابن آدم انقطع عمله. وقتی فرزند آدم که از دنیا گذشت، عملهاش منقطع میشوند، یعنی دری عملهای او بسته میشوند، دیگر عملی نیک و عملی بد را انجام داده نمیتواند، زیرا روح در بدن او نیست. الا من ثلاث. پیغمبر در دوام گفتن لکن سه طایفه، سه طریقه شخصان نامه اعمالشان کشاده هست، اگرچه در قبر خوابیدن. اینا کیا باشند؟ صدقه جاریه. پیغمبر گفت کسانی که در دنیا صدقه جاریه کرده باشند، مسجد بنا کردند یا برای بنای مسجد مبلغ گذرانیدند، کوپرک ها بنا کردند، راه ها ساختند، برای یک دهه‌ای که آب نداشت آب آوردند، برای یک دهه‌ای که گاز نداشت گاز آوردند، و دیگر کردارهایی که صدقه جاریه‌ای که ابدی در حق جان او میرسد. اگر این عملها را انجام داده باشند، گفت پیغمبر، چی هست؟ عملهای او منقطع نیست، گفت نامه اعمال او پوشیده نیست، بلکه در قبر هم این کرداری در دنیا کردگیش به فایده او هست. دویم رسول اکرم گفتند او ولد صالح یدعو له. دویم فرزند در دنیا گذاشته باشد، فرزند عرق نوش نه، فرزند پولدار از خدا مغرور از خدا برگشتگی نه، فرزند نمازخوان، فرزند خدا ترس، دختری با حیا اگر در دنیا ترک کرده و رفته باشد، تا قیامت عملهای نیک این فرزندها در نامه اعمال پدر نویسانده می شده است. رسول اکرم سوم گفتند او علم ینتفع به. عالمی که در دنیا علم داشته باشد، از علم او مردم بهره برداشته باشد. کسانی که اگر از یک موعظه عالم یا از یک تعلیم عالم اگر هدایت یافته باشد، اگرچه عالم از دنیا هم که گذرد، عملهای نیکی او
هم در نامه اعمال عمل کننده و هم در آن عالم نویسانده می شده است. بین یکم علم، لیکن عالم هایی که اگر سکوت داشته باشند، عالم هایی که برای که مردم را احترام کنند خاموشی را پیشه خود کرده باشند، چی؟ در سنن ابو داود و ترمذی پیغمبر خدا حدیثی گفتند: من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامت بلجام من نار. پیغمبر گفت کدام عالمی که علم داشت لیکن در دنیا نه تعلیم داد، نه موعظه کرد، نه یک کس راهنمایی کرد، روز قیامت لجام زده می شود از لجام های آتش دوزخ. با سکوت کار پیش نمی رود، با خاموشی کار پیش نمی رود. دوم، ابولیث یکم شرط امر معروف را گفتند که عالم باشد، علم داشته باشد. دوم گفتند حضرت که کردارش، گفتارش از برای خدا باشد، امر معروفش خاص برای خدا باشد و برای عزت یافتن دین اسلام باشد، برای نصرت یافتن دین اسلام در روی دنیا باشد. فقط گفته است حضرت دویم وظیفه واعظ، دویم وظیفه امر معروف میکرده این باشد که خاص برای خدا باشد، برای ریا نباشد، برای به دست آوردن دنیا نباشد، برای مشهور شدن در بین مردم نباشد، فقط نیتش برای آبادی اسلام باشد، برای رازگی خدا باشد. این حالت در امر معروف او تأثیر بخش می شود. من در این باب یک قصه را که در همین کتاب ابولیث سمرقندی از اکرمه روایت می شود می آورد که روز یک مرد از پیش یک دیهه گذر کرد. کاری از برای خدا را بینین و کاری که از برای خدا نباشد نتیجهش نگاه کنید. یک مرد از پیش یک خانه گذر کردند، از پیش یک محله گذر کردند. نگاه کردند که در بیخ یک درخت، در نزد یک درخت مردم زیاد نشستگی هستند، لطه ها در همون درخت بستگی و از همان درخت شفاعت طلب دارند، از همان درخت مدد طلب دارند. متاسفانه امروز در بین مردم مسلمان ما و شما هم این گونه مزارهای لطبند میگوییم که بجز گناهگار شدن شما هیچ فایده ندارد. اینها عمل دارند، اینها عمل دارند. به خدا قسم اگر یک ذره که شما محبتی بر همون مزارهای لطبند دارید یا به این مزارهایی که خدا رحمتشان کند در اطراف ما و شما خوابیدن، اگر نیمی هموره به خدای خود ببندین انشاءالله شما کامیاب میشوید. اونا بنده خدا هستند، از اونا شفاعت طلب کردن این شرکی به خداست. شما همه گناهگار میشوید. خداوند همه گناه را میبخشد مگر شرک نمیبخشد. این مرد دلیر نگاه کرد که مردم در نوده های این درخت لطه میبندند و شفاعت طلب میکنند. مرد خدا پرست بود، مرد خدا ترس بود، در حال در دل خود قصد کرد که الحال خانه می روم، تبر را می بردارم، آمده این درخت را ریشه‌کن میکنم، زیرا که مردم را این درخت گمراه کرد. به خانه آمد، تبر را گرفت، برگشت به سوی همین درخت. در راه شیطان که گمراه کننده تمام مردم است و از آن جمله آن مردمی که در نزد این درخت نشسته بودند که به وسواس شیطان این درخت را عبادت میکردند، شیطان پیش راه این مرد را گرفت و گفت کجا می روی؟ گفت در اون موضع، گفت درختی هست که مردم وی را عبادت میکنند و مردم از خدا دور شدند، میخواهم که این درخت را ریزه ریزه کنم.
شیطان چی گفت؟ و تو چی حاصل است؟ گفت چی لازم؟ از میده کردن او چی فایده دارد؟ دید که مرد به نهایت یک غیرت اسلامی دارد، تمام عملش فقط از برای خداست. دید که مرد قبول ندارد، گفت با یک شرط، گفت از پیش من دور میشوی، من تو را اولا نمیگذارم و اگر بخواهی که از من گذری با من گوشتین میگیری، اگر مرا در همین گوشتین اگر مغلوب کنی مرحمت را درخت را پاره پاره کن. میگد این مرد که از برای خدا بود، چنان قوت خدا بر این بخشیدگی بود که این شیطان را میگد 3 باره که گوشتین گرفتن در زمین زد. شیطان دید که این غیرت ایمانی و اسلامیش بینید در حال حیله یهودی را استفاده کرد. مردم یهود گفت، ای مرد، گفت الحال رفته و یا پاره پاره میکنی، بعد چی؟ هیچی فایده به تو نمیرسد. من به تو یک پیشنهاد دارم، هر روز 3 تنگه در دستی تو میدهم، از همین نیتت پس بگرد. سحر بالیش تا بیراه کن، در زیر بالیش تو من 3 تنگه باقی میمانم. امروز دنیای اسلام هم اختلاف ها هم همه به پول شده است. این اختلاف ها و این نافهمی ها و این جنجال ها همش سببش همین دنیا هست. این مرد در حال قبول کرد، گفت گپی راست، گپی معقول. پس گشت آمد سحر خیز نگاه کرد، 3 تنگه در زیر بالیش نشست، گرفت استفاده کرد. روز دیگر از بین میگه 4-5 روز گذشت. 5م روز میبردارد بالیش تا که هیچ تنگه در زیر بالیش نیست. در حال میگوید باز همون کار من انجام میتون. تبر را میگیرد، باز در راه حرکت میکند. بناگاه شیطان از پیشش بیرون میشود. میگوید کجا؟ میگوید درخت را پاره پاره میکنم. میگوید دیگر تو درخت را پاره پاره کردن میتوانی. اول با همراهی من گوشتین گیر، بعد مرحمت رفته درخت را پاره پاره کن. وقتی شیطان با همراهی این مرد مسلمان گوشتین میگیرد، هر باره که گوشتین میگیرد شیطان ویا مغلوب میکند، غالب بالای این میآید. این مرد حیرت نمیماند، میگوید حیرت نمان، اون بار اول تو از برای خدا آمده بودی، امروز برای پول آمدی. تو وقتی که بالیش در برداشتی پول نبود، تو برای خاطره که باز پول دوام دادن گیرد برای او آمدی، تو برای خدا نه آمدی. از این خاطر دیگر پس گرد که تو مغلوب من میشوی. کاری که از برای خدا نباشد حاصل شو ببینید. و کسانی که برای عزت خودشان، برای به دست آوردن دنیا اگر موعظه میکنن، امر معروف میکنن، اینم پاینده نیست، اینم عاقبت آشکار میشود. دوم چیزی که حضرت ابوالعلا ذکر کردن همین است. سوم چی گفتن؟ سوم گفتن وقتی که شما امر معروف میکنین، وظیفه سیوم شما این است که باید که با سخن نرم، با سخن پست مردم را امر معروف و نهی منکر کنید. و قصه میارد از آیت کریمه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. صدق الله العظیم. خداوند با موسی و برادر او هارون فرمایش داد، ای موسی، ای هارون، نزد فرعون روین، زیرا که فرعون سرکشیش از حد گذشت و گفت انا ربکم الاعلی، من خدا هستم. وقتی وی دعوای خدایی کرد، خداوند موسی و هارون سفارش داد که نزد فرعون روین، با این مردی که دعوای خدایی دارد چگونه صحبت کنید؟ فقولا له قولا لینا، با او صحبت ملایم کنید، با سخنهای نرم دعوت کنید، با سخنهای درشت
با دشنام وی را دعوت نکنید. شاید که این سخن نرم شما در وجود او تأثیر کند، شاید که وی با یک اندیشه بیاید و یاد خدا کند. سیوم انا همین است. من مختصرا در این بابها با شما صحبت میکنم. چهارم صبر. در امر معروف حضرت ابولیث گفتند که صبر را برای خود انتخاب کنید. صبر، زیرا باز آیت قرآن دلیل میارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره لقمان. یا بنی اقیم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. ای فرزند من، امر معروف کن و نهی از منکر کن، لکن در امر معروف و نهی از منکر صابر باش، با صبر باش. و بعد امر معروف و نهی از منکر شاید که بالای تو چه واقعه های رخ دهد، چه عذاب ها و چه مشکلات بالای تو بیاید، لیکن اجرش هم گفتن حضرت لقمان خیلی زائد است، خیلی کلان است. پنجم چیزی که ابولیث ذکر کردن این است که آن کسی که امر معروف میکند و نهی از منکر میکند خود عمل کننده باشد، در سخن میگفتگی خودش عمل کننده باشد. اگر عمل کننده نباشد در زیر این آیت داخل می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، سوره صف. خدا میگوید ای کسانی که دعوای ایمانداری میکنید، چرا میگویید خود نمیکنید؟ چرا مردم به امر خیر دعوت میکنید؟ چرا مردم نهی منکر میکنید لکن خودتان اصلاح نشدید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خدا میگوید چه ناپسند است، چه ناخوب است، چه عذاب دهشتناک است برای آن کسانی که در دنیا امر معروف میکنند لکن خود عمل کننده نیستند. چه عذابی هست، چه دهشتی هست، چه شرمندگی هست. رسول اکرم میگوید مثل العالم الذي يعلم الناس خيرا ولم يعمل به كمثل سراج يضيء للناس ويحرق نفسه، متفق علیه. مثل عالمی که این میکروفون در دستش است، مردم با تمام عملهای خیر دعوت میکند لیکن خودش عمل نمیکند. رسول اکرم گفتند مثل انامین چراغی که میسوزد، روشنیش مردم استفاده میکند لیکن خودش درون سوز میشود، مثل انامین است. یؤتی بالرجل یوم القیامه فتلقى بالنار. پیغمبر خدا گفت روز قیامت چندین میلیارد آدمی که جمع میشوند در محشر قیامت، یک مرد را میارند و عالم است، یک عالم میارند، فتلقى بالنار، در آتش دوزخ میپرتاینش، فتندلق اقطاب بطنه. پیغمبر گفتند و چگونه در دوزخ میپرتایند؟ در حالتی که روده های او بیرون از شکم او هست، روده ها در بیرون است. فیدور بها کما یدور الحمار فی الرحا، از روده هاش میکشند. مالکان دوزخ از روده های این عالم میکشند و دور میگردانند. چگونه دور؟ یدور الحمار فی الرحا، چگونه که خری که پیغمبر گفت در اطراف آسیاب دور میگردد، این عالم دور میگردانند. فیجتمع الیه اهل النار، تمام دوزخی ها از عذاب خود فراموش میکنند، در اطراف این عالم جمع بشوند. فیقول یا فلان ما لک، ای فلانی، ای عالم، ای داملا، ای خطیب، تو همان کسی نبودی اتأمر بالمعروف و تنهی عن المنکر؟ مردم امر معروف میکردی، مردم نهی منکر میکردی، آیا تو همون نیستی؟ فیقول
در اطراف این عالم جمع می شوند و می گویند ای ملا، ای داملا، ای شخصی که تو در دنیا امر معروف و نهی از منکر می کردی، آیا تو همان نیستی؟ می گوید بله من همان هستم، لکن آمر بالمعروف ولا آتیه و انهى عن المنکر و آتیه. لیکن من امر معروف میکردم، نهی منکر میکردم. امر معروف را میکردم لکن خودم به گفته خودم عمل نمیکردم. مردم را از حرام ها و از پلیده ها من میکردم لکن خودم حرام خور بودم، خودم پلیدکار بودم. امروز جزای همون عالمی که امر معروف میکند نهی منکر میکند لکن خودش عمل نمیکند، در روز قیامت چی شرمنده ملا هست، چی شرمنده داملا هست، چی شرمنده خطیب است. این 5 وظیفه ای که ابولیث سمرقندی گفتند برای آن کسانی که در دنیا امر معروف و نهی منکر میکنند باید از این 5 وظیفه مکمل باشند، پره باشند. حضرت عایشه چی میگوید؟ میگوید بار پیغمبر خدا گفتند انه خلق کل انسان بنی آدم، تمام فرزند آدم آفریده شده است ستین و 300 مفصل، از 360 رگ و پیوند بدن انسان عبارت است. چگونه که حضرت سعدی میگوید رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین درو 360 جوی. آدم به منزله زمینی هست که 360 جویبار در داخلش دارد، جویبار زرداب، جویبار آب، جویبار خون و جویبار دیگر رگهایی که پر از آب هستند. رسول اکرم گفته بود است آدم ها از 360 رگ و پیوند عبارت است. این از فضیلت امر معروف گپ میزند. در دوام گفتند فمن کبر الله و حمد الله و هلل الله و استغفر الله و عزل حجرا عن طریق الناس او شوکتا او عزما عن طریق الناس او امر بالمعروف و نهى عن المنکر عدد 60 و 300 فقط یمسی یومئذ فقط زحزح نفسه عن النار. پیغمبر گفته بود است کسی که اگر از آدمیزاد یک بار بگد الله اکبر، یک بار الله اکبر خدا بزرگ است گوید، یا بگوید الحمدلله، یا بگوید لا اله الا الله، یا چی بگوید استغفر الله در دوامش، یا اینکه از راه چیزی که وی آزاردهنده برادر مؤمن است میگیرد، چه از بعض بد اخلاق ها و بی‌تمیزی که در راه آب بینی را میپرتایند یا آب بلغم دهانشان میپرتایند که سبب دیدن چندین مسلمان ها می شود و در این آب بینی وی گناهگار می شود به سبب آزار برادر مؤمنش. وقتی این را بنده مسلمان که دید یک مشت خاک میارد بالای او میپرتاید یا با پای خود باید دور میکند او شوکتن، یا خار را گفت پیغمبر خدا از سر راه مسلمان بیره کرد، او عزما یا اینکه یک استخوان را از قد راه بیره کرد یا سنگ را بیره کرد. در یک حدیث 3 کلمه او، یک جمله مکملش فقط برای تازه کردن راه پیغمبر خدا خبر داده ایستاده است. زیرا که پیغمبر خدا از این راه تازه کردن برای ما و شما چنان حدیث بیان کرده است که اگر این حدیث برای ما و شما تأثیر کننده باشد تا آخر عمر در راه هر چیزی که آزاردهنده باشد ما تازه میکنیم. پیغمبر خدا چی گفتند؟ عرضت علی اعمال امتی حسنها و سیئها. من شب معراج وقتی که در نزد من کتاب گناه ها گذاشته شد و کتاب ثواب ها گذاشته شد، من خواستم که گناه کلانترین را بیابم
و ثواب کلانترین را بیابم. فوجدت فی مساوئ اعمالها النخاعة تکون فی المسجد لا تدفن. رواه مسلم. گناه کلانترین پیغمبر خدا گفتند این است که کسی در مسجد می درآید و آب دهانش را، آب بینیش را، یا توف میگویم ما و شما، در مسجد توف میکند. این یکی از گناه کلانترین است گفت پیغمبر خدا. کسی که اگر آب بینیش داشته نمیتواند، کسی که آب دهانش قپیده نمیتواند، برای او باید که روی مالچه باشد. میتواند انسان در داخل مسجد با روی مالچه چی بینی خدا چی دهانی خدا پاکیزه کند و ای گناهگار نمیشود. لیکن جورته اگر قصدن در مسجد اگر توف می اندازد یا آب بینی می پرتاید، پیغمبر خدا گفت این گناه کلانترین است. لیکن در دوام گفتند و وجدت فی محاسن اعمالها الاذى یماط عن طریق الناس. ثواب کلانترین گفتم پیغمبر خدا در کتاب ثواب در شب معراج در این یافتم که در قد راه چیزی که آزار دهنده باشد، چی خار باشد، چی سنگ باشد، چی آبی دهان باشد، وی را بنده مسلمان برای آنی که برادرش آزار نیابد بیراه کند به نهایت ثواب کلانه نائل می شود. قصه منصور یادم آمد، خدا رحمت کند منصوره. وقتی میگد از دنیا میگذشت فرزندش خیرات کرد. فرزند عزیز گفت تکفین و تجهیز مرا تو به عهده میگیری، کفن من به ذمه تو، غسل من به ذمه تو، جنازه من به ذمه تو، در لحد گذاشتن من به ذمه تو. فرزندش هم عالم بودن. این وظیفه ها را فرزند بعد وفات پدر، قصه را کوتاه میکنیم، انجام دادن. با دست خود برده در لحد پدر را گذاشتن شیخ منصور را. شب در خواب دیدنش. بینن موضوع خاص با همین چیزهایی که در راه آزار دهنده هستند. حضرت مولوی جنونی در نظم می درآورد پدر را یک شب او دید در خواب. فرزندش پدر را یک شب او دید در خواب، پریشان حال بین جمع احباب. بگفتش ای پدر حالت، بگفتش ای پدر چون است حالت، چرا زرد است گلگونی جمالت. فرزند میگه در شب پدر شدید که بی نهایت بین دوستهای خدا بود و گویا که چیزی را گم کرده باشد، پریشان بود. گفت پدر عزیز تو زاهد هستی، تو شیخ هستی، تو مریدهای زیاد داری، تو خدمت زیاد در اسلام کردی، چرا چهره تو زرد است؟ چرا چهره تو مثل این دوستان خدا سرخ نیست؟ بگفتش صعب شد کار ای جگربند، بگفتش صعب شد کار ای جگربند، همان دم کی جدا شد بند از بند. وقتی ای بند من، ای جگربند من، وقتی مرا در لحد گذاشتی به نهایت کار من مشکل شد. پدر گفت چگونه مشکل شد؟ ندای شد چه آوردی به درگاه؟ وقتی شما مرا پسی سر کردین، مرا تنها که در اون خانه قبر گذاشتین، از جانب خدا ندای شد چه آوردی به درگاه؟ چی داری از عبادت توشه ای را؟ از من پرسان کردن ای شیخ توشه تا پیشنهاد کن، عملهات نزد ما اظهار کن، چی داری از توشه ای را؟ بگفتم 60 حج کردم خدایا، بگفتم 60 حج کردم خدایا، نماز و صوم و طاعت، زهد و تقوا. پروردگارا تو دانا هستی، من در عمر خودم 60 بار حج کردگی هستم، تمام شب با نماز بودم، روزها با روزه بودم، تقوا داشتم، حلال رفتار بودم، حلال گفتار بودم، تمام وظیفه های اسلامی ما انجام دادم. جواب آمد، وقت شیخین پیشنهاد کرد جواب از خدا چی آمد؟ جواب آمد نشد این جمله مقبول. ای شیخ گفت این 60 حج تو، این مهنت و زحمتی تو در نزد خدا قبول نشدن. جواب آمد نشد این جمله مقبول، بیار لایق ترین شایسته محصول.
لایق ترین شبیار، شایسته ترین شبیار، این 60 حج تو به درگاه من قبول نشده است. بلرزیدم به خود زان وهم چندان، به فرزندش حکایت دارد، بلرزیدم زی وهم با خود چندان، شکست از زلزله سرهای دندان. چنان فرزندم، چنان یک هیبت، چنان یک دهشت مرا در داخل قبر فرا گرفت که این دندانهای شکسته پدرت از لرزه همون است. ندا آمد، بعد این چی ندا آمد؟ ندا آمد که روز یاد داری ای شیخ، یک روز را یاد داری. ندا آمد که روز یاد داری، گرفتی خارک از راه گذاره، گرفتی خارک از راه گذاره. پذیرفته شدی زان نیک نیت، بکردم جای تو در قصر جنت. اگر یاد داشته باشی ای شیخ، یک روز تو از راه می گذشتی، یک خار را در راه دیدی و اون خار را برداشتی از زمین. با امید چی؟ با امید که پای برادر مؤمن من خون آلود نشود، تا که برادر مؤمن من از این خار آزار نیابد. با این خاطر وقتی که تو این خار را برداشتی، پذیرفته شدی زان نیک نیت، از این نیت نیک تو در نزد ما پذیرفته شدی. بکردم جای تو در قصر جنت و جای تو را جنت گردانیدم. در اون را بینگریم و نیتی تو، نمی بینیم به سوی صورتی تو. ما در اون در کار داریم، خداوند میگوید ما نیتی تو در کار داریم، ما با وظیفه تو کار نداریم، ما با پول تو کار نداریم، ما با سر و منگل تو کار نداریم، ما با اعمال تو کار داریم. تو کی هستی؟ رسول اکرم میگوید لقد رأيت رجلا في الجنة يتقلب في الجنة. شب معراج یک مرد را دیدم که در جنت سیر میکرد، تمام باغهای جنت برای او گشاده بود. فی شجر قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمین. وقتی پرسان کردیم این مرد کی هست، از چه خاطر وی وارد جنت شد، صدا آمد که این در روز با یک راه میگذشت، یک نوده درخت کشال بود که مردم از او آزار میافت، همون نوده را شکست تا که آزار برادر مسلمان نشود. این نیتی نه که این در نزد ما پسند آمد و این مرد را ما وارد جنت گردانیدیم. خوش به حال تمام آن مسلمان هایی که غمخوار مسلمان هستند، خوش به حال آن مسلمان هایی که غم مسلمان غم او هست، شادی مسلمان شادی او هست. خوش به حال شد. در دوام این حدیث کمتر طولانی هست، میخوام در همینجا صحبت خود انجام دهم و دوام این موضوع را که خیلی موضوع جالب است، تا حال ما شروع نکردیم، و جمعه دیگر وا بگذاریم، زیرا که در این راه دعوت یعنی راه تبلیغ، راه امر معروف، پیغمبر چه عذابها کشیدگی هستند، صحابه های او چه رنجها دیدگی هستند. انشاءالله جمعه آینده در این باب صحبت باز مکملتر میکنیم و امروز که باشد بر وقتتر نماز جمعه را خوانیم تا که باز مانع مهمان ها نشود و مانع جنازه نشود. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند، مراد و مطلوب های ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند و شما را خدای مهربان تا جمعه دیگر در حفظ و امان خودش نگه بدارد، مرادهای نیکتان خدای مهربان حاصل بگرداند و این پروردگار تاجیکستان ما را با یکی از دولت‌های پیشرفته و ترقی کرده خدای مبدل بگردان و تمام رهبریتی که بالای سر ما هست و عملهای نیکی که در پیش دارند خدایا عملهاشان نقشه‌هاشان خدای عملی بگردانی و عمرشان دراز و تنشان خدایا صحت نگه بداری. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله الذي
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وحجته على الناس أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که دوام صحبت جمعه پیشینه را به سمع شما برسانیم، اولا یک جایه دعا میکنیم که خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. علل خصوص خدای دم آخر ما را دم راحت بگرداند، زیرا مولوی هم میگوید کس نمیداند که وقتی جان سپاری حال چیست، خون دل با غصه مردن خور و غمناک رو. زیرا هیچ کدام ما و شما نمیدانیم که دم آخر ما و شما به چه انجام یافته باشد. خدای دم آخر این جمعیت ما را دم راحت بگردان. بهترین ایمان است. خدایا ایمان را چه در حیات و چه در حالت مرگ از ما جدا مگردان. و خدایا جمیع فتنه ها و عذاب های قبر را از قبر این جمعیت ما برداشته بگردان. گذشتگان این جمعیت ما را خدایا رحمت و مغفرت بگردان. مسافرهای این دیار کلاب ما را صحت و سلامت خدایا نگه داشته با مرادهای حاصل شده پس بگردان. طالب علما که در سفر طلب علم دارند، خدایا علم لدن، ذهن ذکی، علم نافع، علم با عمل نصیبشان بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. جمعه پیشین ما و شما صحبت داشتیم در باب فضیلت امر معروف و نهی از منکر. امر معروف و نهی از منکر چه فضیلت ها داشت، گوش کننده او چه درجات می‌یابد و کیها حق دارند که امر معروف و نهی از منکر کنند. از این مسئله، از این مسائل ها ما و شما کمی با خبر شدیم. امروز هم باشد میخواهم که صحبت ما و شما در تحلیل یک حدیث که یک قسم او خوانده شد و قسم باقی او نخوانده شد، یعنی واگذاشتیم به این جمعه. الحمدلله انشاءالله این حدیث را امروز بهر شما مکمل میگردانم. گلی خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. جمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. خدا رحمت کند حضرت سعدی را که می‌فرماید که یک تمثیلی هست که در حمام روز در دست من یک گل افتاد. گل گفته لای را میگویم. یک کمی لای در دست من افتاد که بی نهایت، یعنی مثل مشک و عبیر بود. مشک آن چیزی که ما و شما از خوشبویی ها استفاده میکنیم، یا که بگیم به طریق فرهنگیش از ناف آهو مشک به زمین میریزد. عبیرش هم یکی از خوشبویی هایی که خشک است که او را در بدن میمالند. یعنی هر دو اینها چیزهای خوشبو هستند. حضرت میگوید یک لای در دست من افتاد. یک لای مقرری بود، یک خاک مقرری بود، لیکن بی نهایت بوی خوب داشت.
و دو گفتم که مشکی یا عبیری کی از بوی دلاویزی تو مستم؟ تو مشک هستی یا عبیر هستی؟ بالای هیچ مانندی به خاک هیچ مانندی نداری. بگفتا من گلی ناچیز بودم. سعدی گفت آگاه باش که من نه مشک هستم نه عبیر هستم، بلکه من یک خاک مقرری هستم، یک لای عادی هستم، ولیکن مدت با گل نشستم. این بوی خوشی که از من میبینی حضرت گفتند سبب اون دارد که این بوی خوشی که من دارم در زمانهای پیش برای تیار کردن گلاب، یعنی برای تیار کردن عطر، در یک دیگ سرپوشه میگذاشتند و اطراف همان سرپوشه را با لایه ها محکم میکردند، با لای محکم میکردند تا که حول او بیرون نشود. این لایه که در دست سعدی زد این همون میپوشاندگی اطراف سرپوشه همون گلاب بود. گو من لای مقرری بودم لیکن مدت با گل نشستم، جمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همون خاکم که هستم. من همون تأثیر خوشبویی همون دیگ در وجود من رسید و این خوشبویی را من از همون جا حاصل کردم و الا من یک خاک مقرری هستم. مقصد حضرت سعدی چی هست؟ مقصدش حدیث پیغمبری خداست. پیغمبری خدا میگوید مثل جلیس صالح کمثل العطار ان لم یعطیک من عطر اصابک من ریح. پیغمبر گفتند همنشین با آدمی نیک، با آدمی خوب، با عالم، همنشین در صحبت امر معروف و نهی از منکر مثل دکان عطر فروش است. این لم یعطیک من عطر اصابک من ریح. اگر چنده که دکان فروش عطر به تو عطا هم که نکند، از بوی خوش او تو استفاده میکنی. اگر چنده که شما علم داملا را گرفته هم که نتانین، لکن از صحبت او بهره میبرید، از صحبت او شما فایده میکنید. از این خاطر چی میگوید مولوی؟ از این گویم به نیکان زود آمیز. مادامی فهمیدی که همنشینی با آدمی خوب، همنشین در مجلسی نیک اینقدر جزای نیک داشته باشد، از این گویم به نیکان زود آمیز. اگر پا داری از بد دور بگریز. اگر نصیحت مولوی را گوش کنید، میگوید مادامی که اگر این صحبت ها را که شما درک کرده باشین، از نزد علما دور نروین، در دایره اونها جمع شوین. اگر پا داری از بد دور بگریز. لیکن اگر خدا به تو پای دوان داده باشد، پای درست داده باشد، اگر مجلسی آدمهای ناخوب و پلید و بدکردار و بدگفتار و بد اصل را وقتی که دیدین، شما باید ترک کنین. گفتن زی صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، زی نیکان شهد نوش از بد مخور تیر. زیرا میگوید که صحبت تأثیر دارد. صحبت عالم به خودش تأثیر دارد، صحبت فاسق به خودش تأثیر دارد. زی صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، زی نیکان شهد نوش از بد مخور تیر. کی زخمی تیری بد آرد هلاکی، بگردان از خبیثان رو به پاکی. زگردی دامنی پاکان شوی پاک، دکانی صابونت اینجا مجو زاک. حضرت میگوید این مجلس، این مسجد، این مجلس امر معروف، این ماهیت صابون را دارد.
صابون چگونه که چرکی بدن تازه میکند. این امر معروف و این نهی منکر گناه های شما را میشود و نابود میکند، شسته نابود میکند. حضرت سفیان ثوری چی میگوید؟ میگوید النظر الى وجه الاحمق خطیئتا مکتوبة. حضرت گفتند من به شما مثل پیغمبر خدا نصیحت میکنم که هیچگاه به آدمهای احمق یار و رفیق نشوید. هیچگاه به آدمی که دزد باشد، دروغگو باشد، زناکار باشد، بینماز باشد، از خدای خود منکر باشد، با اینها واصل نشوید، با اینها نزدیک نشوید. گفتند حتی سفیان ثوری گفتند النظر الی وجه الاحمق، نظر کردن به این طایفه هایی که الحال من نام گرفتم، حضرت گفتند خطایی هست که گناه هست که خدا این در نامه اعمال شما می نویسد، حتی نگاه کردن به چهره اونها. زیرا که صحبت آدم های بد به فرزند حضرت نوح کنعان چی داد؟ پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. سگ مردم شد، برای پی نیکان گرفت. لیکن فرزند نوح کنعان وقتی صحبت ناخوب برای خود اختیار کرد، از امر خدای پدری خود، خدای جهانیان وقتی که روی گردانید، خداوند وی را از خاندان حضرت نوح، از فرزندی حضرت نوح خط زد، گفت این از خاندان تو نیست. با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتابی بر این بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. این حضرت ها بیهوده نگفتند. صحبت های آدم ناخوب برای خود اختیار نکنید، این صحبت بهترین صحبت برای شماست. الحمدلله که حکمای ما و شما میگویند مقاطعت الاحمق قربان الی الله. کسی که اگر از آدم ناخوب، از مجلس پلید وقتی که پشت میگرداند، معنای چی را دارد؟ قربان الی الله. وی قریبی به درگاه پروردگار شده است. تا زمانی که وی در این معرکه افلاس اشتراک دارد، وی در درگاه خدا هیچ قدر و قیمت ندارد. وقتی این مجلس ترک میکند، وقتی که این مجلس ما را انتخاب میکند، وی به سوی خدا نزدیک میشود، وی در نزد خدا منزلت پیدا میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. صدق الله العظیم. خداوند در سوره آل عمران در آیت 110 این برای ما و شما گوشزد میکند، خبر میدهد. چی میگوید؟ میگوید ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، پیش از پیغمبر شما هم پیغمبرهای زیاد آمدگی هست، لیکن در قدر و در منزلت شما از همه امتهای پیشین دیده برتری دارید، افضلیتی دارید. شما در نزد من مکرمتر هستید ای امت محمد. برای چی؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. زیرا که شما ای امت محمد در بین خودتان، در معرکه های خودتان، در خانه های خودتان دائم امر معروف و نهی از منکر دارین. به خاطر امر معروف و نهی از منکر شما نسبت همه پیغمبرهای گذشته
شما بهتر هستید. یعنی امت محمد بهترین امت به حساب می رود. حتی رسول اکرم ببینید فضیلت امر معروف به ما و شما چی میگوید؟ میگوید لا یقعد قوم یذکرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکه وغشیتهم الرحمه ونزلت علیهم السکینه وذکرهم الله فی من عنده. رواه مسلم. پیغمبری خدا گفتند ای امت من، وقتی شما در اطراف یک داملا جمع می شوید یا وقتی که شما در اطراف دسترخوان خانه جمع می شوید و آغاز صحبتتان از امر معروف و نهی منکر می شود، یقین دانین که حفتهم الملائکه، خانه شما را ملائکه ها محاصره میکنند. ملائکه های رحمت خدا اطراف خانه شما را محاصره میکنند، جمع میشوند. و غشیتهم الرحمه، بالای خاندان شما تا داخل خانه شما مثل باران رحمت خداوندی میریزد. و نزلت علیهم السکینه، و دلهای شما چه یک آرامش پیدا میکند. پیغمبر خدا گفتند و ذکرهم الله فی من عنده. بزرگی شما، گفت پیغمبر، در این است که نام به نام شما را خدای مبارک در نزد ملائکه ها یاد میکند که فلانی ابن فلانی امروز در معرکه امر معروف و نهی از منکر اشتراک دارد. نام به نام فلانی ابن فلانی. خوش به حال همه شما که امروز نام شما در نزد خدای یک و یگانه صدا داده ایستاده است. زیرا خدای ما و شما چی میگوید؟ انا معه اذا ذکرتنی، من همراه آن بنده هستم که در یاد من باشد، در مجلس خیر باشد، اون زمان من در یاد اونها هستم، اون زمان من هم اونها را یادآوری میکنم. خیرا منهم و اکبر، از شما دیده بهتر من شما را یاد میکنم و در بین جمعیت خیلی کلانی از ملائکه ها شما را یادآوری میکنم. این است دیگر فضیلتی که از امر معروف و نهی از منکر است. حدیثی که من بر شما خوانده بودم که وی به انجام رسانده نتوانستیم جمعه پیشین، این راویش حضرت عایشه صدیقه بود، مادر ما و شما بود که پیغمبر خدا گفته بود است انه خلق کل انسان بنی آدم من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل. همه شما ای فرزند آدم از 360 رگ و پیوند عبارت هستین، گفت پیغمبر. فمن کبر الله و حمد الله و سبح الله و هلل الله و استغفر الله، کدام از شما ای بندگان خدا، پیغمبر میگوید، اگر یک بار بگوید الله اکبر، یا بگوید سبحان الله، یا بگوید الحمدلله، یا بگوید لا اله الا الله، یا بگوید استغفر الله، یا چیکار کنید؟ او عزل حجرا عن طریق الناس، یا از قد راه یک سنگ را بیراه کنید، او شوکتا، یا یک خار را از قد راه بیراه کردید، او عظما عن طریق الناس، یا یک استخوان در قد راه پرتافته بود و یا بیراه کردید. من فضیلت راه را تازه کردن شد در کسیت پیشین، در جمعه پیشین قصه از شیخ منصور برای شما آورده بودم که چه منزلتی کلان داشت. رسول اکرم گفت وقتی اینها را شما انجام میدهین این چی منزلت دارد؟ او امر بالمعروف و نهی عن المنکر، یا اینکه کدام از شما امر معروف و نهی منکر میکند. عدد 60 و 300 فانه یمسی یومئذ و قد ضحضح نفسه عن النار. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند یک بار تکبیر شما، یا یک بار تسبیح شما، یا یک بار تحلیل شما، یا یک سنگ را که از شما از راه بیراه کردید، یا یک بار امر معروف و نهی از منکر میکنید، مادامی که بدن شما
از 360 رگ و پیوند عبارت است. از این خاطر شما در نزد خداوند چنان حساب کرده می شوید که گویا که امروز 360 بار امر معروف کرده باشید، شما 360 بار نهی منکر کرده باشید، شما 360 بار الله اکبر گفته باشید، اگرچه یک بارم که شما با زبان خود بگید. انشاءالله این مجلسی که اگر از 2 جمعه هم که عبارت باشد، این ما و شما با 360 جمعه ضرب میکنیم، همچنان در نزد خدا ثواب میگیریم که 360 جمعه را ما و شما با امر معروف و نهی از منکر چکار کردیم؟ انجام دادیم. لیکن متاسفانه امروز بسیاری از بندگان خدا از امر معروف و نهی از منکر روی میگردانند. امروز امر معروف و نهی منکر را نمیخواهند، حتی که امر معروف و نهی منکر میکردگی را هم بد میبینند. چگونه ای که حضرت حذیفه میگوید سیأتی علی الناس زمان یکون فیهم جیفة حمار احب الیه من مؤمن یأمروهم و ینهاهم. زمان می شود، گو حضرت حذیفه، در بالای امت محمد که برای این مردم در اطراف یک خری که مردگی باشد و بویناک باشد در اطراف او نشسته برای اونها بهتر است از این که یک شخص امر معروف و نهی از منکر کند. زمان می شود، گفت حضرت حذیفه، این خر مردگی و این خر بویناک همان معرکه های هستند که از اون تربیه ما و شما ویران می شود، اخلاق ما و شما فاسد می شود، ذهن ما و شما دیگرگون می شود، طبیعت ما و شما خیره می شود. انا همین روز همان معرکه برای ما و شما محبوب تر است از اونی که در معرکه های ما و شما امر معروف و نهی از منکر کرده شود. زین خاطر در کتاب درة الناصحین پیغمبر خدا که صاحب این کتاب روایت میکند، میگوید پیغمبر خدا گفتند سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقهاء. پیغمبر ما و شما از باب معجزات گپ زده بوده است. چی گفته بوده است؟ زمان بالای همین امت من می آید که چگونه امت می شود؟ یفرون من العلماء والفقهاء، از علمای خود، از دانشمندهای خود می گریزند. زمان می شود فیبتلیهم الله تعالی بثلاث بلیات. پیغمبر خدا گفتند وقتی این زمان بالای امت من آمد، من بر این امت خبر میدهم که 3 بلا را مبتلا، در 3 بلا مبتلا می شود. وقتی از علمای خود می گریزند، وقتی از دانشمندهای خود می گریزند، وقتی که از معرکه امر معروف و نهی از منکر که می گریزند، اینها را خداوند به 3 بلا گرفتار می کرده است. این چی بلا باشد؟ گوش می اندازیم به سخن پیغمبر. یرفع برکت من کسبهم. پیغمبر گفتند یکم ضربه که بر این طایفه می رسد این است که برکات خدا از کسب او می بردارد. اگر شبن روزن سال و ماه که اگر کار کند، وی صاحب نان نمی شود، وی صاحب خانه آباد نمی شود، وی هیچگاه وقتی خوش را دیراب نمی کند، زیرا که برکات اون جمعیت، برکات اون شهر خداوند برداشت. به سبب چی؟ به سببی که امر معروف و نهی از منکر در اون شهر صدا نمی دهد، به سبب آنه که مردم اون شهر همه
محبوب دنیا شدند. دوم بلایی که خداوند با این سبب بر بندگان میارد چی هست؟ یسلط الله علیهم سلطانا ظالما. پیغمبر گفتند که وقتی که این مردم نافار امر معروف شد، دیگر در معرکه های اینها فقط گپ دنیا باشد، معامله دنیا باشد، گپ خدا و پیغمبر، سخن خدا و پیغمبر وقتی صدا نداد، بر بالای این طایفه خداوند پادشاه ظالمی را حکمران میگرداند، زیرا که این طایفه خود ظالم است و اینها شایسته چنین ظالم دارند. سوم، در بعض کتب میگوید پیغمبر خدا از گفتن سیوم بلا کمی توقف کردند، نگفتند، زیرا بسیار بلای مشکلی بوده است که رسول اکرم بعد مدت گفتند کسانی که در دنیا امر معروف نمیخواهند، نهی منکر نمیخواهند، از امر معروف و نهی منکر میگریزند، یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، از دنیا خارج میشوند. در چی صورت؟ در حالتی که با خود ایمان ندارند. وای به حال همون قبیله، وای به حال همون قشلاق، وای به حال همون شهری که در او مردم از امر معروف و نهی از منکر گریزند. وقتی که گریختند معنای او را دارد که اینها از ایمان خود میگریزند، اینها در آخرت ایمان نمیبرند. ایمان چی چیزی قیمت است، چی گوهر نایابی هست، چی یک حمایتگر برای تمام مردم مسلمان هست، برای همه بندگان خدا در نزد خداوند یگانه چیزی که حمایت میکند این ایمان ما و شما هست. کسی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ و از کس نترسید. خواجه جندی را که بسیار عالم کلام بودند و شاگردهای خیلی زیاد داشتند، یک روز میگوید یک شخصی نزد وی آمد و گفت ای خواجه جندی، تو بهتر هستی یا سگ بهتر است؟ چی یک سوال قبیح هست نسبت یک دانشمند کلان، نسبت یک شیخی خیلی مشهور. کسی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ و از کس نترسید؟ مریدانش دویدن آشکاره که تا آنجا کنندش پاره پاره. با یک جا جمع کرد آن جمله را پیر، بگفتا نیستم آگاه ز تقدیر. حضرت میگوید وقتی که این سوال از جانب اون مرد شد، تمام شاگردهای خواجه جندی از جای خود خیستند و حمله به سوی همان سوال دهنده کردند که استاد ما را میگویی تو بهتر است یا سگ بهتر است؟ حضرت چی گفتند؟ شاگردها را در یک کنار جمع کرد و به سوی اون مرد گفت نیم آگاه ز تقدیر، من از تقدیر خود، از ازلیات خود خبر ندارم. گر از اوباش ره ایمان برم من، گر از اوباش ره ایمان برم من، که من از آن سگ بهترم من. یعنی وقتی که اگر من از سگ در حالت بهتر هستم، از سگ دیده قدر من اون حالت ده بلند هست که اگر من ایمانی با همراهی خود ببرم، اگر همراه من ایمان باشد، اون حالت ده من چی هستم؟ از این سگی که این مرد سوال کرد من بهتر هستم. و اگر ایمان نخواهم برد ز اوباش، چموی بودم من در سگ کاش. حضرت گفتن اگر من ایمانی با همراهی خود نبرم،
قسم به خدا گفتند سگ از من با قدرتر است، کاش که من موی سگ باشم، موی بدن سگ باشم. یعنی از سگ هم دیده من در نزد خدا قدرم و قیمتم پستر است. البته کسانی که ایمان همراه خود نمیبرند چه عذاب و چه مشقت برای اونها در آخرت است. حتی اگر سوره عمه میگوی ما و شما پاره 30 از قرآن، اولی اون سوره چی میگوید؟ وقتی کافرها را بینین و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، وقتی عذابهای بی ایمانها را میبینن، وقتی عذاب میبینن که آدم بی ایمان چه عذابهای هر رنگه و دیگرگون را میبینن، چی میگفتند؟ خدایا کاش که ما را خاک میگردانیدی و کافر نمیکردی. میگوید حتی در روز قیامت حیوان از حیوان انتقام میگیرد. همون حیوانی که در دنیا شاخ داشت، حیوانی بی شاخ زده باشد، وقتی همون شاخدار و بی شاخ خدا حاضر میکند و این انتقام از شاخدار که میگیرد، بعد این حیوانها دعا میکردند که خدایا اکنون ما را خاک بگردان. خداوند این حیوانهایی که در دنیا وجود دارند همه اینها را در قیامت به خاک مبدل میگردانیده است. وقتی کافرها که میگوید این خاک شدن حیوانها را که میدیدند، بعد چی میگفتند؟ پروردگارا ما را حیوان بگردان یا ما را خاک بگردان. لیکن اون صورت دیگر دعای اونها قبول نمی شود. دعای کسی که از دنیا به ایمان رفت، وای چی هست؟ وای در نزد خدا البته عذاب دردناک می کشد. این از کسانی که در دنیا از امر معروف و نهی از منکر روی می گردانند. حضرت مولوی جنونی خدا رحمتش کند برای کسانی که از امر معروف می گریزند، امر معروف برای خود یک معرکه خوب نمیدانند، یک نظم میارد. میگوید زی ذکرم آنکه رو تابد به دنیا، زی ذکرم آنکه رو تابد به دنیا، به فردا حشر سازم زشت و اعما. کسانی که در دنیا اگر از قرآن رو میگردانند، کسانی که در دنیا از عبادت خدا رو میگردانند، کسانی که در دنیا از امر معروف و نهی از منکر روی میگردانند، به فردا حشر سازم زشت و اعما. قیامت اینها چه قیامت دهشتناکی هست خدا میگوید. و اینها وقتی که از خاک سر میبردارند نابینا هستند. زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، به فردا حشر سازم زشت و اعما. زی زیر خاک خیزد دیده اش کور، سیاه گشته دلش چون لیل بی نور. کند ناله همین بنده به مولا، که حکمت چیز چشمم کرده اعما. این بنده ای که از خاک سر می بردارد و چشمهای نابینا دارد، باز ناله می کرد از خدایا چرا که به دنیا داشتم دو چشم بینا، بکردی کورش ای دارنده من، ای دارنده من، ای ذات پاک. من به دنیا چشمهای بینا داشتم، چرا اینها را تو کور کردی؟ خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز و گویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی. به دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. این خداوند وقتی این ندایی که از جانب این مرد اعما، مرد نابینا می شده است که خدایا آخی من در دنیا چشم بینا داشتم، پای روا داشتم، زبان گویا داشتم، چرا امروز اینها کار نمی کنند؟ چرا چشم من نابینا هست؟ خدا می گفت است که مادامی که تو در دنیا مرا فراموش کردی، در دنیا این برای این مجلس من پشت گردانیدی، چی هست؟ امروز ما هم تو را فراموش کردیم.
امروز تا از رحمت من ناامید هستی. حضرت ابو هریره را قصه میکنند که روزی میگوید به بازار آمدن نگاه کردند که بازار بی‌نهایت در بزم و جوش است، یعنی همه سوداگرها مال خود سودا میکنند. حضرت فریاد زدند، ای مردم بازار، گفتند چرا شما با مسجد پیغمبر نمی روید تا که میراث پیغمبر از میراث پیغمبر برخوردار شوید؟ در مسجد پیغمبر خدا میراث پیغمبر تقسیم شده ایستاده است. مردم بازار فکر کردند که از پیغمبر خدا مال زیاد باقی مانده است. همه دوان میگوید به مسجد آمدن یک زمانی در مسجد نگاه کردند، توقف کردند، دیدند که چیزی در مسجد پیغمبر خدا تقسیم نمی شود. پس گشته آمدن به بازار، گفتند ابو هریره، ما مسجد پیغمبر رفتیم لیکن چیزی از میراث پیغمبر ندیدیم. حضرت ابو هریره گفتند آیا در مسجد پیغمبر خدا هیچ نفری نبود؟ گفت مردم زیاد بود. یک قسم آنها قرآن میخواندند، یک قسم آنها ذکر خدا میکردند، یک قسم آنها امر معروف و نهی از منکر میکردند. ابو هریره گفتند وای به حال شما، از پیغمبر خدا درهم و دینار باقی نماند. از پیغمبر خدا انا همین مجلس خیر باقی ماند، انا همین قرآن خواندن باقی ماند، انا همین ذکر گفتن باقی ماند، انا همین امر معروف و نهی از منکر باقی ماند، انا همین از میراث پیغمبر. حضرت داوود پدر حضرت سلیمان در مناجات خود گفته بود است الهی اذا رأیتنی اجاوز مجالس الذاکرین الى مجالس الغافلین فاکسر رجلی فانها نعمة. حضرت داوود به سوی خدای خود، پیغمبر است، مناجات کرده بود از پروردگارا وقتی که در یک پارچه زمین مجلس خیر می رود، یعنی مثل مجلس ما و شما، مجلس امر معروف و نهی از منکر می گذرد. وقتی که اگر من از این مجلس گذر کنم به سوی مجلس غافلا روم، یعنی آدم هایی که در امر معروف و نهی از منکر اشتراک ندارند، اگر این چنین حالت بر من رخ دهد، دعا کرده بود از خداوندا فکسر رجلیه، پایهای مرا شکن، پایهای مرا شکن که من از مجلس امر معروف گذر کنم و به سوی مجلس غافل ها حرکت کنم. و فرزند حضرت داوود حضرت سلیمان قصه میارد که مر سلیمان علیه السلام بعابد من بنی اسرائیل. حضرت سلیمان که فرزند حضرت داوود است میگوید باره به نزد یک شیخ که از بنی اسرائیل بود گذر کردند. حضرت سلیمان ساعتها لشکرش میگذشت، یعنی چی لشکرهای زمینی و چی لشکرهای آسمانی همه گذر میکردند. وقتی گذر کرد این شیخ نگاه کرد و حضرت سلیمان را گفت، حضرت سلیمان گفت خوش به حال تو، لقد اتاک الله ملکا عظیما، چه حالتی خوب داری، چه قدر و منزلت خیلی بلندی در نزد خدا داری که خداوند این قدر مال زیاد را برای تو نصیب گردانید. ساعتها ملک تو می رود تا حال انجام نیافته است. حضرت سلیمان با این مالداری خود، با این دولتداری خود مغرور ناشیده چی گفتند لتسبیحة فی صحیفة مؤمن خیر مما اعطی ابن داوود.
قسم به خدا گفت حضرت سلیمان، ای شیخ گفت یک تسبیحی که تو میگویی، سبحان الله که تو میگویی، یا یک باری که تو میگویی الله اکبر، یا در یک مجلس امر معروف و نهی از منکر که تو اشتراک میکنی، قسم به خدا که از ملک سلیمان دیده این بهتر است. لأن ثواب تسبیح یبقا و ملک سلیمان یفنا. آیا گفت برای چی؟ برای چی گفت مجلس امر معروف؟ برای چی ذکر تو از ملک سلیمان دیده بهتر است؟ برای آنه که ثواب این ذکر، ثواب این مجلس در نامه اعمال نویسانده می شود. لیکن ملک سلیمان یفنا، ملک سلیمان نابود می شود. این ملکی که در دست سلیمان بود، پیش در دست دیگر سلیمان هم بود و فردا در دست دیگر سلیمان هم می افتد، لیکن نابود می شود. گفت جهان ای برادر نماند به کس، دل در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پوشت، که بسیار همچو تو پرورد و کشت. چو قصد رفتن کند جان پاک، چه بر روی تخت مردن چه بر روی خاک. البته جهان همین است. انشاءالله این صحبت هایی که شما نه این جمعه، نه جمعه پیشین، بلکه هر جمعه که شما می آیید و این صحبت های یک ساعته که شما از آنها بهره می گیرید، گوش می اندازین، اینها برای شما نور هستند. اینها برای شما همه این رحمتی هست که در حدیث از پیغمبر خدا برای شما بیان کردم. حتی رسول اکرم میگوید ما عمل عملا آدمی انجا له من عذاب القبر من ذکر الله تعالی. عذاب قبر گفتم پیغمبر چی مدهش است، چی مشکلات دارد، از همه گفت برای شما مفیدتر و یاردمچی در داخل قبر. پیغمبر خدا گفت انا همین مجلس امر معروف و نهی از منکر است. انشاءالله با این صحبت هایی که الحال کردیم و از فضیلت امر معروف و نهی از منکر ما و شما آگاه شدیم، انشاءالله اینها در نامه اعمال هر کدام ما و شما نویسانده می شود و هر جا که اگر ما و شما باشیم، در کدام معرکه های عادی که حتی به اصطلاح امروزه گویم خدایی هایی که در خاندان ما و شما می شود، یا در یک گوشه ما و شما 3 نفر یا 4 نفر می نشینیم، باید که در بین ما و شما اگرچه از معامله های دنیایی هم که صحبت شود، باید در داخلش امر معروف و نهی از منکر هم صدا دهد. زیرا پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکروا الله تعالی فی الا قاموا عن مثل جیفة الحمار. کدام معرکه‌ای که اگرچه از خراجات های زیاد میکند، معرکه میکند که خیر احسان است، لیکن در داخلش امر معروف نه از منکر ندارد، گویا که همان مردم از گوشت و از پوست یک خری مرده شده استفاده کردند و خلاص، دیگر هیچ ثوابی به اون خاندان نمیرسد. هیچ ثوابی در همون مجلسی که ما و شما نشستگی هستیم و امر معروف و نهی منکر در او صدا ندهد، از اون مجلس برای ما و شما در روز قیامت مجلس حسرت می شود. مجلسی می شود که ما و شما حسرت می خوریم تا که در دنیا زیادتر گوش می انداختیم، تا که وقتی خودمان بیهوده نمی گذرانیدیم که بعدا برای ما و شما دیگر هیچ فایده ندارد. کسی پرسید از سلطان ابرار شدم در مانده یک امر دشوار، ندانم من سعیدم یا که بدبخت، بهشتیم و یا در عقبه سخت. یک جوان، یک مرد نزد پیغمبر خدا آمده بود است. حضرت مولوی میگوید و پرسان کرده بود از پیغمبر خدا من از تو یک سؤال دارم، نمیدانم که بدبخت هستم یا نیکبخت،
نمیدانم که بهشتی هستم یا دوزخی هستم. پیغمبر خدا برای من خبر بده. پیغمبر خدا چی گفته بوده است؟ بگو حضرت معالایی به هر دیگ، دلی خود عرضه کن بر صحبت نیک. اگر مائل شود دل نیک بختی، بکش سوی عزیزان زود رختی. دلت گر صحبت نیکان نخواهد، بدان که دوزخی سوزان میخواهد. پیغمبر خدا گفتند، ای مرد گفتند، این سوال گفتند در یک تجربه گفتند تو میتوانی که مقایسه کنی. برای آنه که تو بفهمی که بدبخت هستی یا نیکبخت، برای آنه که تو بفهمی که دوزخی هستی یا بهشتی، در یک مجلس امر معروف و نهی از منکر رفته اشتراک کن. اگر در امر معروف و نهی از منکر دلی تو تنگ شود، وقتی تو ناخوب شود و در دل تو هر گونه وسواس ها پیدا شود که تیزتر همین امر معروف انجام یابد، یا تر خواب گیرد، یا در خیال تو فکرهای دنیایی دور زند، یقین بدان ای مرد که تو بدبخت هستی و تو دوزخی هستی. لیکن وقتی که اگر در امر معروف و نهی از منکر دل تو نرم شد، ذوق تو زیادتر شد، باز جمعه دیگر را بی طاقتانه انتظاری کشیدی، یقین بدان که تو جنتی هستی، یقین بدان که تو نیکبخت هستی. به پیغمبر خدا کسانی که میخواهن و نمیخواهنشان با امر معروف و نهی از منکر حواله کردند. بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که در نزد خدا ثواب دارد، اجر دارد، این امر معروف و نهی از منکر است. بسیاری از برادرانی که امروز ماشین های شما بیرون مسجد قرار دارد، شما در مگنیتوفون های خود کسیته های امر معروف استفاده کنید. شما در راه هستین، در سفر هستین، بگذارین آن سرودهای را که به شما هیچ بهبودی پیدا نمیکنند. اگر سرودی که یا شعری که وای معنا داشته باشد، وای به فایده جان شما باشد، به فایده آخرت شما باشد، گوش اندازین، وای غلط نیست. لیکن اکثر وقت از همه شما خواهش میکنم که در ماشین های خود برای کسانی که حتی در نزد شما نشستگی هستند کار کنین امر معروف و نهی از منکر صدا دهد، تا که دلهای شما را روشن میکند، تا که در کار شما، در اعمال شما، در خاندان شما این امر معروف برکات میارد. و از همه شما که الحمدلله در خاندان شما مگنیتوفون ها دارین، در مگنیتوفون هایی که در خانه ها هست که امروز از تمام خاندان مسلمان آواز سرودهای بلند و حتی معنای اونها را هیچ کدام ما و شما به فهمش نمی رویم صدا می دهند، اونها را شما می توانید که با کسیته های امر معروف و نهی از منکر مبدل بگردانید، تا که دختری تو گوش اندازد، تا که بچه تو گوش اندازد، تا که مادر تو گوش اندازد. شاید که از این سخنها، زیرا این خدا گفت است فذکر فان الذکر تنفع للمؤمنین، شما به مردم امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، شاید که اونها به خود بیایند، شاید که اونها اصلاح شوند. من باوری دارم که بعد گوش کردن این کسیته ها شما انشاءالله باز اصلاح تر می شوید، باز ایمان شما قوی تر می شود. لیکن وقتی که این سخنهای بی معنی و هر یک گونه حجویایی که در کسیته ها جا داده شده است که همه اونها دروغ است، وقتی اونها را شما گوش می اندازید، اونها طبیعت شما را خیره می کند، دلهای شما را تاریک می کند. دل آدم که تاریک شد، دل آدم که سیاه شد، وای گناهگار می شود. وقتی گناهگار شدی تا از رحمت خدا دور می شوی. این است فضیلت امر معروف و نهی از منکر. جمعه آینده خدا خواسته باشد در باب فضیلت
یعنی سوال و جواب های زیاد هست. انشاءالله جمعه آینده به سوال و جواب میگذرانیم و جمعه آیندهش خدا خواسته باشد در باب یعنی حق زنها در شریعت. زن در شریعت چی حق دارد، چی حقوق دارد. از روزی که اسلام آمد حق زنها تا چه اندازه بلند شد و تا اسلام مرتبه زنها چگونه بود. انشاءالله این جمعه آینده نه جمعه آیندهش زنده و سلامت باشیم با شما صحبت میکنیم. الحال اینجا یک چند برادرها پیغام ها کردن، میخواهم در حق اونها دعا کنیم. یک برادرمان عبدالرحیم بوده است در داروخانه روح‌افزا، یعنی یک مبلغی برای یاردم همین مسجد روان کردند و برادرهایش از دنیا گذشتگی که عبدالصمد و نظرمد در حق اینها گفتن دعا کنین خدای مهربان این برادرهای عبدالرحیم را رحمت و مغفرت بگرداند، روحشان شاد، قبرهاشون خدای پرنور بگرداند و خود عبدالرحیم را خدایا در عوض این خیر احسانی که برای یاردم مسجد کردن خدایا در هر یک عوض هر یک درهمش حسنات در نامه اعمالش کتابت کنی. آمین یا رب العالمین. هر جمعه در صندوق خیریه‌ای که داریم 30 سامان و 40 سامان وارد می شود که اینها هم برای آبادانی این مسجد صرف می شود و صرف شده ایستاده است. و یک برادر دیگر هم باز الحال یاردم کردن که نامم میگوید بابای داستی بود ولی که نامم را عقید داملا خال مراد سید حامد گذاشته بوده است. سید حامد گذاشته است. اینم برادرم خواستن که در حقشون دعا کنیم. البته اولا خوش به حالشون که همین نامهای داستی و تور و تیشه و همین ها را گم کردن در کار. اینا نام مسلمان نیستند. الحال شما در 70 هم که باشید تغییرشون بدین. شرط نیست که در همون شهادتنامه ها خط بزنید، بلکه شما پیش یک داملا میرین نام شما را اعلان میکند که مثال امروز نام تو داستی نه بلکه نام تو سید حامد یا نام تو محمود یا نام تو احمد. وقتی همون نام تو را وقتی که گرفت البته این نام کتابی می شود و روز قیامت فریاد نام تو به همین نامی که الحال گذاشتن در دنیا انا همین نام قطعی صدا می دهد. وقتی در قیامت عیب است که وقتی نام فرزند مسلمان و نام مثال داستی و تور و تیشه و یا دیگر زمانه حاضرت نامهایی که برآمده صدا می دهد. این شرمندگی هست. اینها خلاف سنت هستند. اینها را همتان در کجای باشین شرط نیست که شما آب ضیافتین، میلش دسترسش باشد و اگر دلش چقدر طاقت نکند ضیافت کند وایم پیش راه شما نمیگیریم. لیکن به ضیافت هم همون نزد داملا آمده یک نامش داملا میگذراند کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. این کرامن کاتبینه که در شانه های ما و شما هستند اینها میدانند و نام تو را از نام داستی خط میزنند و می نویسند نام این فرزند مسلمان سید حامد است. خداوند خیر احسان هایی که چی در صندوق کردند چی این برادر کرده است و درگاهت مقبول بگردانی و مراد و مطلوب هاشون خدای مهربان حاصل بگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا یک سوال دیگر. السلام علیکم داملای عزیز، از شما خواهش دارم که در حق من دعا کن خداوند یکا و یکتا محبتش را از دل من دور نکند و مرا آرام گرداند. التماس داملای عزیز. خدای مهربان این برادرم خیر کردن و همین دعا را از ما طلب کردن. خداوند تا وقتی که این بنده تو حیات دارد محبت خودت پیغمبر و اسلامت را در دلش بردوام نگه بداری و از دایره ایمان و اسلام خدای خارجش نگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا یک سوالی خیلی زیاد است از این برادر. ما با این صحبت داشتیم. انشاءالله جمعه آینده خدا خواسته باشد این سوال را در سوال و جواب من جواب میگردانم. بسیار یک حادثه خیلی ناخوب
و بسیار شرمنده آور برای آدم مسلمان است. باور کن همین روزها وقتی میشنوی که یک اکه با اپه خود ساز گرفته است، یا وقتی میشنوی که یک ملا وای کروش سیاه میکند وای ملا نیست، وقتی نامی وای ملا هست یا نامی وای امام محله هست با دختر همسایه وقتی ساز میگیرد، باور که خیلی انسان غمگین میشود و از ما خواهش میکنند که این طایفه آدمها را ملامت کنین. باور که من زبانم دیگر عاجز است از ملامت اینها، یعنی زبان من دیگر تاب ملامت اینها را ندارد، اون قدری که خدا اینها را ملامت کردگی است، پیغمبر اینها را ملامت کردگی است. و این یک شرمندگی هست که وقتی آدمی نمازخوان، وقتی آدمی که مسجد می آید یا آدمی که با خدا راز می گوید، باز با این عملهای زیشت دست می زند. این عملهای زیشت البته وای از دایره ایمان بیرون میکند، وای کافر است، وای مسلمان نیست. پیغمبر خدا میگوید من زنا او شرب الخمر خرج منه الایمان. کدام از بندگان خدا نام بندگی دارند لیکن زنا میکنند، عرق می نوشند، با این عملهای زیشت دست میزنند، از وجود اینها ایمان برداشته می شود، در وجود اینها دیگر ایمان نیست. از این خاطر از این برادرها خواهش میکنم که جمعه آینده خدا خواسته باشد این سوال شما را البته جواب میگردانم و دیگر سوالهایی که خیلی در نزد ما زیاد شده است همگی را ان شاء الله جمعه آینده جواب میگردانیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب امر معروف و نهی از منکر را در نامه اعمالی این جمعیت، این گوش کننده ها خدایا کتابت بفرمایی و هر مراد و مطلب هایی که در دل دارند خدایا با فضل خود برآورده بگردانی. خدایا محبت خودت را، پیغمبر و ایمان اسلامت را در دل اهل این جمعیت ما باز هم زیادتر جایگیر بگردانی. گذشتگانی که از ما گذشتند امید دعا و رحمت را دارند، مغفرت را دارند، خدایا اونها را رحمت و مغفرت بگردانی و از این دعای ما روح ایشان را خدایا شاد بگردانی. و فرزند طلب هایی که در این بین جمعیت ما هستند خدایا فرزندهای صالح و سالم نصیب و روزیشان بگردانی. و رهبریتی که امروز بالای سر ما و شماست خدایا این رهبریت عمر دراز و تن صحت و محبت این ملت تاجیک در دلشان جایگیر بگردانی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.